خانم مریم که از هنرمنده خیلی خوب هستن به برنامه دعوت کردیم. مریم جان سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه رهاور. سلام عرض کنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارم و خیلی هم ازتون تشکر میکنم که منو دعوت کردین به این برنامه. از بچگی که خیلی علاقه داشتم به خوانندگی، خیلی دوست داشتم، تقلید میکردم آهنگای خانم گوگوشو تو مدرسه بر بچه‌ها دوست داشتم میگفتم بخونم، میخوندم، ذوق میکردم. ولی خب دیگه به هر حال خانواده می‌بینیم که روی مقوله حساسن، دوست ندارن. حتی ما بچه بودیم نقاشی میکشیدیم، دوست نداشتن. برو درست بخون، بچه اینو چیه؟ دیگه خب دیگه کشیده شد تا به این سن. از یه چیزی بگم، خانواده ها کلا کارشون بدون حکمت نیست. یعنی اگر هم چیزی به فرزندان میگم، به نظر من بد فرزندان رو نمیخوان، اما خب شاید یه موفقیتی تو ذات اون فرزند باشه که خانواده فکر کنه اگر از این مسیر خارج شه مثلا ممکنه به راههای دیگه کشیده بشه و میتونم بگم 50-50 هم حق دارن هم حق ندارن. ولی خب به هر حال شما موفق بودی دیگه و ماشاءالله صدای خیلی خوبی داری. میخوام یه قطعه مثلا محلی شیرازی بخونی برای بینندگان، خیلی کوتاه. آی خدای مهربون، عاشق نوازه، غم بیچارگان رو چاره سازی. به مرسی خیلی عالی بود. انشالله که بیشتر از حضورتون استفاده کنیم. مریم جان از هنرمنده خیلی خوب شیراز هستن. ماشاءالله شیراز خب مهد علم و ادب و فرهنگ و هنر و حافظ رو داریم اونجا از مشاهیر شهرتون و ماشاءالله هنرمنده زیادی از شیراز به ما مراجعه میکنن که برای تک تکشون آرزوی سلامتی و موفقیت رو داریم. کندی بردی از یادم، هستیم و داری برباد، کاش یک شب در کنارم بودی، دلتنگی کرده بیدار. واقعا زحمت کشیدیم، ردیفا رو میدونین و امیدوارم بتونیم با هم یه همکاری آغاز کنیم، چون من به مریم جان پیشنهاد دادم. من حیف که نی هم همراه نیست، خیلی دوست داشتم با هم یه تیکه بخونیم ولی فرصت نشد. انشالله یه سری کارهای محلی رو تو استودیو با هم تنظیم کنیم، بخونیم با نی و آواز قشنگ شما، همینجوری پیش بریم. طعم لبات و اون برق چشمات همیشه به یادم میمونه، از دستم رفتی دیوونم کردی، خب اینو هیچکی که نمیدونه، گفتنش سخته وقتی نباشی توی این دنیای بارونه، گذاشتیم تنها رفتی از اینجا، حالا این دل در باداخونه. دوست دارم که حمایتم کنن، خیلی دوست دارم اگه یه زمانی آهنگی چیزی میخونم در اون لحظه دوست دارم مردم رو شاد کنم از افکار پریشون، این ورمان فکرهایی که میدونم همه درگیرش هستن، رها بشن، لذت ببرن. خیلی منو خوشحال میکنه. چقدر عالی، چقدر عالی، ماشاءالله خیلی کاراتون شاد و سرزنده. و اون آهنگی خوندین کادیلاک مشکی، من خیلی دوست دارم. چقدر بهش میاد 100% من اونو میخوام، 100% من اونو میخوام، 100% من اونو میخوام، 100% من اونو میخوام. حتما با کنار بیا، حتما لطفا با کنار بیا، لطفا. تشکر میکنم از برنامه خوبتون
و خیلی خوشحالم که همچین برنامه‌ای هست که کسایی که واقعا علاقه دارن، دوست دارن و یه زمانی بهشون واقعا آرزوه که بتونن واقعا بیان به این برنامه و خوشحال میشن. مرسی. خیلی خوشحال.